اگه 1000 بارم برگردم به عقب بازم همین کارو میکنم. بازم تمام تلاشمو میکنم که سفر کنم و تا وقت است برای دل خودم زندگی کنم. چون سفر کردنه که آدمو رشد میده، پاکسازی میکنه، که اصلا نلسون ماندلا میگه در هر جایی که میروی بخشی از خود را جا میگذاری و بخشی از آنجا را با خود میبری. و من هر سال با این جمله بابت همه تجربه‌های جدیدی که تو جای جای این کره خاکی داشتم شکرگزاری میکنم. که چه خوشبختم که صلحی ماندگار با خود و جهان پیرامونم دارم. همیشه فکر میکنم نکنه کارای این شکلی قرار صرفاً بشر رو سرگرم کنه تا حوصله‌اش سر نره. ولی واقعاً این خیلی واژه کوچیکیه واسه توصیف کردنش. سفر خیلی فلسفی تر از فهم کوچیک منه که در نهایت حس میکنم فقط همون چند روزه که درست ترین نحوه زیستنه. انگار اون لحظه ها عقلت بیشتر سر جاشه یا حتی چشمات با کیفیت بیشتری میبینه. توی سفر آدم بیشتر حواسش هست که سهم اون روزش رو از زندگی هر چیزی که هست برداره. حتی اگه فقط خیره شدن به جزیره مخروطی وسط آبای فیروزه‌ای باشه. این که میگم فقط نمیخوام اون صحنه رو کوچیک کنم که حتی اینم نمیتونه از شکوهش کم کنه. بلکه فقط میخوام بگم تو بهشت جهان چیزای ساده اما حیرت انگیز زیادی است که روی آدمو به وجد میاره. این که بدون ترس خودتو توی اقیانوس رها کنی و با مایا شنا کنی، یا مثلا از بالای فیل رو تماشا کنی و سرشو نوازش کنی، یا انگشتای پات لابلای شنای آهکی ساحل دفن بشن. اینا توی کلمات ساده جلوه داده میشن، ولی احساس عمیقی به آدم هدیه میدن. چقدر از طبیعت و حیوان گفتم که تأثیر آدم ها توی سفر رو اصلا نمیشه نادیده گرفت، که اصلا میگن آدم ها رو توی سفر باید شناخت. که جدا از قضیه دوست و آشنا، توی سفر انگار مرز جدا کننده‌ای بین آدم ها وجود نداره که بخواد نژادی تعریف بشه. فارغ از هر دین و آیینی کنار هم جشن میگیریم و میرقصیم، سر یه میز غذا میخوریم و به تماشای جهان میشینیم. و در آخر باید بگم برای زنده موندن باید زندگی کرد و برای زندگی کردن باید ادامه داد.